در شهر جنوب و غربی کویت پاکستان سلاح‌بدستان طبیبانی را که مشغول امگذرانی بر ضد بیماری پولیو بودند مورد آتش قرار دادند. بر اثر این حمله در کویت 3 زن و 1 مرد هلاک شده 3 نفر دیگر جراحت برداشتند. حمله هنگام امگذرانی در خانه‌های مردم به وقوع پیوسته است. افراطگراها چندین دفعه طبیبان امگذران را با اتهام جاسوسی تعقیب کردند. در نتیجه یک عملیات پلیس در شهر بندری کراچی پاکستان 26 دختر بازداشت شدند. آنها ساکنان منطقه بجور می باشند که در تخمیناً 1,500 کیلومتر از کراچی جایگیر می باشد. دختران در مدرسه ظاهراً بدون ثبت نام تحصیل می کردند. گفته می شود که دختران را به سرپرستان سپرده بودند ولی آنها با مأموران مدرسه در مسئله مالی اختلاف پیدا کردند. دختران می گویند که به آنها غذای کافی نمی دادند. روز چهارشنبه در جریان زیارت از آسیای مرکزی پرزیدنت چخ میلوش زمن در شهر دوشنبه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان دیدار و گفتگو داشت. در حضور دو رهبر، مقامداران تاجیکستان و چخیه در مسئله توسعه همکاری‌های اقتصادی و حفظ تندرستی سازش به امضا رساندند. همچنان دو رهبر در مورد مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در منطقه تبادل نظر کردند. در قرقیزستان مقامداران برای کمک به مردم آفت‌زده منطقه ایسیقکول معادل $80,000 یاری‌های بشری جمع کردند. زمین لرزه 14 نوامبر به تخمیناً 2000 ساکن این منطقه زیان رسانده است.